با سلامی دیگر باره به همه شما بینندگان عزیز، شالوگو خوجه هستم. ساعت 10 با وقت پراگ در روبروی شما با سرخط خبرهای روز که فراگیری موضوع تاجیکستان و جهان است و البته ساعت 1 با وقت پراگ برنامه خبری رو تماشا کنید. حتما یادتان نرود که باز موضوعهای روز دارد و گزارش‌های جالب شما را انتظار است. سرگردانی و نوبت‌پایی برای وضع کردن شناسنامه این شب روزی دوره‌های شناسنامه دهی در پایتخت تاجیکستان به نهایت سرودم است. بعضی‌ها حتی میگویند چند روزشان را ناچار در نزد در این اداره‌ها میگذرانند تا اینکه سری وقت شناسنامه‌های کهنه خود را با آیدی کارت یا اینکه شناسنامه نو عوض کنند. نگرانی ساکنان از آن است که در صورت غیر از سیم کارت‌هایشان محروم میشوند. طور بینندگان عزیز خبر دارید مقامات تاجیکستان تا نیمه ماه آگوست امسال مهلت دادند که دارندگان شناسنامه‌های کهنه باید با شناسنامه‌های نو سیم کارت‌هایشان را دوباره به قید بگیرند. همکاران ما به چند اداره شناسنامه دهی رفتند تا وضعیت را از نزدیک مشاهده کنند. در بیشکک همین لحظه ها جلسه سران کشورهای اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای ادامه دارد. وضع افغانستان تا سوریه و خاورمیانه از مسائلی میباشد که در این همایش بررسی می شود. جلسه سران کشورهای اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر بیشکک تا فردا ادامه خواهد کرد. در کار نشست پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، رهبر چین سی جین پینگ، رئیس جمهوری تاجیکستان ملی رحمان و دیگر رهبران کشورهای اعضا از جمله هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت می‌ورزند. برای قاسم جمعت توقیف این اولین سفر خارجی در مقام پرزیدنت قزاقستان میباشد. انتخابات پرزیدنتی روز 9 ایون که توقیف در آن به پیروزی رسید ناراضگی‌های را در پی داشت و در جریان این انتخابات بیش از 700 نفر بازداشت و به حبس گرفته شد. ضمن بعد بیشکک سفر پرزیدنت چین را به تاجیکستان منتظرند که قرار است در برابر ده‌ها رهبران دیگر کشورها در همایش منطقوی در دوشنبه اشتراک نماید. این همایش امروز و فردا ادامه می‌کند. در تاجیکستان چین تا امروز یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان به شمار می رود و در برنامه خواهیم دید که این کمک ها تا به امروز به کدام بخش روانه شدند و ضمن سفر پرزیدنت چین چی را می شود انتظار بود. چون از همایش منطقوی در دوشنبه یادآور شدیم، همزمان خواهیم دید که امروز و فردا حال و هوای پایتخت تاجیکستان چگونه است، زیرا به فرق از نشست‌های قبلی که تا این دم تشکیل می شد از لحاظ امنیتی مقامات از اقدام‌های بی‌سابقه کار گرفتند. یعنی طول 2 روز بازارها و فروشگاه‌های کلان کار نمی‌کنند، دانشجویان به استراحت رفتند و از ساکنان ماشیندار تقاضا شده است که برای رفتن به کار از نقلیات جمعیتی استفاده برند. و فلاکت در خلیج عمان، امریکا ایران را مسئول ترکیش 2 کشتی نفترسان نام برد، اما جمهوری اسلامی این ادعا را رد می‌کند. فرانت آلتایر رهبری بین‌المللی کشتی‌ها شرکتی که یکی از کشتی‌ها را اداره می‌کند گفت روز گذشته ترکیش سبب سوختار در این کشتی ها شده است. هیئت هر دو کشتی بدون خطر بیرون برآورده شدند. این حادثه یک ماه پس از حمله به 4 کشتی نفتکش امارات متحده عرب روی داد که وضع را میان تهران و واشنگتن و همپیمانان آمریکا در خلیج فارس تیز و تند کرد. و با توجه به آنکه 16 ایون روز جهانی انتقال پول مهاجران است، البته به این مسئله داخل خواهیم کرد. فکر میکنم این موضوع برای شما مهاجران عزیز که از روسیه به وطن دائم پول میفرستید جالب خواهد بود. پس بعد از ساعتگر در برنامه خبری ما را تماشا کنید در همین جا در آزادی ویدیو. ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 2 با وقت مسکو مهاجران عزیز و ساعت 4 با وقت دوشنبه ما شما را منتظر میشویم. روز خوب داشته باشید.